امروز میخوام تفاوت بین پولیپ و انحراف رو براتون توضیح بدم. خیلی اوقات مراجعه کننده ها این دوتا رو به جای هم اشتباه میگیرن، مخصوصا پولیپ رو. خب اینجا داریم ما انحراف تیغه بینی رو میبینیم. ببینید این تیغه بینی هستش که حفره بینی رو به دو بخش راست و چپ تقسیم کرده. حالا به هر دلیلی اگر این تیغه بینی انحراف پیدا کنه همچین حالتی دیده میشه یا حالتهای دیگه که در واقع باعث میشه یک طرف تنگتر بشه و طرف مقابلش بزرگتر بشه. علامت شایعش هم گرفتگی بینی هستش. حالا در مورد پولیپ میخوایم حرف بزنیم. ببینیم پولیپ همونطور که داریم میبینین توده های خاکستری تا صورتی رنگ هستش که خیلی اوقات توی معاینه از حفره بینی دیده میشه. همونطور که میبینید کاملا با انحراف بینی فرق داره و در واقع کسی که میگه من پولیپ دارم در واقع داره میگه که من سینوزیت دارم، سینوزیت مزمنی که همراه با پولیپ هستش و علائم مربوط به اون رو داره. اینجا هم باز داریم میبینیم، ببینید این تیغه بینی هستش، این حالا شاخک بینی هستش و اینهایی که داریم میبینیم پولیپ بینی هستش که کاملا متفاوته و نیازمند درمان سینوزیت هستش.